میتونیم پسرش کنیم، یعنی مؤنث رو میتونیم مذکر کنیم و مذکر رو میتونیم مؤنث کنیم. دوستان عزیز، این کار نیاز به حداقل 15 ابر موکل یهودی داره. کار هر کسی نیست. کسانی که موکل دارن میتونن این طلسم ها رو انجام بدن. دوستان عزیز، برای این کار دوستان نیاز به ابر موکلین داره که من نوشتم: نوبش، اطلموش، همیاش، جیماش، فایوش، خرواش، قالوش و علوش. دوستان عزیز، موقعی که این طلسم نوشته بشه روی پوست روباه یا پوست گرگ باید نوشته بشه. دارویی که طلسم رو باش می نویسید خون هدهد باید باشه و زعفران، گلاب و پوست روباه یا پوست گرگ. دوستان عزیز، خون هدهد رو با نیم استکان از گلاب، یه گلاب میاری، گلاب اصلی باشه، داخل یه استکان میریزی و زعفران رو همونجا میریزی، خون هدهد رو اضافه میکنی، با هم قاطیش میکنی. حداقل باید 1 هفته بمونه که کاملا یکم غلظت بگیره، غلیظ بشه که بتونی باش این طلسم رو بنویسی. این طلسم روی پوست روباه یا گرگ نوشته میشه. دوستان عزیز، در حین نوشتن دوستان عزیز، بخوراتی که موکلین برای این طلسم استخدام میکنن و این بخورات رو دوست دارن، دوستان، بخور اکشاش هست، تو بازار هست، هم فیکش هست هم اصلیش هست. بخور جن خیلی کمیابه. بخور جن باید استفاده بشه. حتما کسانی هم که ندارن و بخوان این طلسم رو انجام بدن حتما سفارش بدن و میتونم براشون تهیه کنم. از این نوع بخورات فقط بخور جن، جرجیس و بخور سرخ یکم گرونتره و کمیابه. دوستان عزیز، بخور الشایب تو بازار هست، البته در خوزستان، بقیه شهرها من نمیدونم. و بخور سرخ، بخور فاطمه و بخور الریاح. دوستان عزیز، بخور الریاح قدرتش مثل بخور جن هست و بخور جرجیس هست. دوستان عزیز، خیلی کیفیتش هم بالاست. تو بازار فیکش هست، اصلیش هم هست. دوستان، اگر اصلیش رو پیدا کردی که عالیه، ولی فیکش به درد نمیخوره، موکلین احضار نمیشن. موقعی هم که این طلسم نوشته شده 101 بار این توکیل رو میخونی. این توکیل باید روی پوست روباه نوشته بشه. حداقل 5 نسخه روی پوست روباه نوشته بشن و اگر نوشته شدن خواستی اعمالش رو انجام بدی، پیام بده تو واتساپ، دستور اعمالشون رو براتون میفرستم. توکیل اینه: توکل یا خدام هذه الطلاسم العظيمة توكل يا خدام هذه الطلاسم العظيمة بتبديل الجنين من الانث، یعنی از دختر الى الذكر، از دختر به پسر. اقسم علیکم بنار الجحیم، الوها الوها، العجل العجل، ساعه ساعه. دوستان، طلسم قدرتمندی است و نتیجهش 100% می باشد. دوستان عزیز، تا کلیپ های بعدی، خدا نگهدار.